نگرانی شماری از آگاهان امور از ترویج آموزه‌های افراطیت و خشونت پرور در شماری از مکاتب و مدارس دینی. آگاهان تاکید می‌کنند در صورتی که به این موضوع رسیدگی نشود، ثبات اجتماعی و سیاسی کشور در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. این آگاهان که در کنفرانس زیر نام نقش جوانان در مبارزه با افراطیت سخن می‌گفتند، سیستم آموزشی و تحصیلی کشوران ناقص خوانده و خواستار اصلاح آن شدند. اینجا در دانشگاه افغانستان شماری از پژوهشگران و دانشجویان گرد هم آمدند تا نقش جوانان را در امر مبارزه با افراطگرایی به بحث و بررسی بگیرند. افغانستان کشوری که طی چندین دهه درگیر خشونت و اندیشه های افراطگرایی است و از سوی هم قریب 60% نفوس آن را جوانان تشکیل می دهد. نیروی عظیم بشری که از یک سو ظرفیت گذار از وضعیت موجود با آینده درخشان را نوید می دهد و از سوی هم در صورت آمیختن با اندیشه های افراطی می توانند به بزرگترین تهدید امنیتی و معضل اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. در حال حاضر برنامه های زمینه‌ساز افراطیت و بنیادگرایی در برخی از مناطق افغانستان به گونه جریان دارد. رد پای چنین برنامه ها اغلبا در اطراف و گوشه های دوردست کشور ما که توجه به معارف میان مردم کمتر است دیده می شود. اینجا بحث بر سر این است که چگونه میتوان ریشه های افراطگرایی و رفتارهای خشونت‌زا را شناسایی کرد و راهکارهای مبارزه مؤثر با آن را ترتیب داد. علی امیری استاد دانشگاه به این باور است که خشونت در افغانستان یک پدیده تاریخی و فرهنگی است و نخستین اقدام بر ضد خشونت پذیرش این واقعیت اجتماعی می باشد. شما ببینید که ما به چه میزان در درون جامعه خود با تفاهم برخورد میکنیم و توانایی تفاهم را داریم و به چه میزان صلح و صفا بین ما برقرار است و ما از کینه و کدورت دور هستیم. متاسفانه در هر دو مورد وضعیت برعکس است. ما در ماجرای تشکیل دولت وحدت ملی اگر مداخله بین المللی نبود در لب پرتگاه رسیده بودیم. معنایش این بود که ما آمادگی هر نوع خشونت را در سطوح مختلف داریم. صلح و صفا کم است و کینه‌توزی زیاد هست. همینطور معقولیت ما در برخورد با مسائل نمیتونیم با یک نوع خرد و عقلانیت برخورد بکنیم. پس یک بار دیگه خواهش می شود که صرفاً من نیستم کسی دیگه هست، این برخورد مسئله را تشدید میکند، خشونت را توسعه میدهد ولی حل نمیکند. باید بپذیریم، باید اعتراف کنیم که بخش از خشونت به ما و شما هم برمیگردد. در کنار این سیستم آموزشی و تحصیلی کشور هم از دید آگاهان دچار مشکل جدی است و در بسیار مورد منبع خشونت. محمد محق پژوهشگر حوزه علوم انسانی و اسلامی تأکید میکند نظام آموزشی و تحصیلی کشور به بازنگری جدی نیاز دارد و این امر برای کاهش پدیده افراطیت و خشونت حتمی می باشد. متاسفانه ما به این نتیجه رسیدم که با تأسف تمام نقش ضعیف و ناکام سیستم آموزشی ما یک نقش کلیدی و اساسی در بحران‌هایی است که ما در او به سر میبریم که بخش از این بحران بخش درشت و آزاررسان او افراطیت است. این ابعاد گوناگونی دارد، مشکلاتی که ناشی از سیستم آموزشی ما میشه، اما یکی از این رشد افراطگرایی است. وزارت معارف ما حتی نمیداند که در مدارس ما چند مدرسه دینی اصلا در تمام کشور داریم و حتی کنترلی بر روی نصاب تعلیمی مدارس دینی ندارد و به نوعی تافته جدا بافته از جامعه مدارس دینی را فکر میکنم. مشکلات نظام آموزشی و نهادی نشدن فرهنگ خشونت‌زا یک بخشی از هیولای افراطیت است که بیشتر ریشه داخلی دارد. اما بخش خشن و وحشتناک تروریسم عاملان انفجار و انتحار هستند که از بیرون وارد افغانستان می شوند. با گفته زکریا عضو مجلس نمایندگان سازمان‌های استخباراتی به خاطر تأمین اهداف سیاسی خود تروریسم را به افغانستان وارد می‌کنند. اهداف سیاسی یک بخش بسیار مهم از افراطیت است. زمانی که یک فرقه یک گروه از حاکمیت محروم میشه، به قدرت سیاسی نمیرسه، پناه به افراطیت میبره.
ما بسیاری گروه های خرد داریم که با طالبان، داعش، القاعده، گروه نصره و تمام گروه های افراطی رابطه دارن. اینا از چچن میان، از ازبکستان میان، از تاجیکستان میان، از قرقیزستان میان. افزون بر موردهای یاد شده، بحران بیکاری از دیگر عامل‌هایی است که جوانان را سرخورده کرده و فرصت را برای جذب آنان به افکار و جریان‌های افراطی مساعد می‌سازد.